بله. درود درود. ما امروز اومدیم با بچه ها رستوران. بعد میخوایم امروز خوش بگذرونیم. نهار رو که خوردیم میخوایم بریم دسر بخوریم، بعد یه چرخی تو بازار بزنیم. خلاصه امروز میخوایم خوش بگذرونیم. دیگه روزای پایان سال میلادیه. منم یه چند روزه خونه هستم، تعطیلم، سر کار نمیرم. بله. امروز میخوایم با بچه ها سپنت بخور، بنوش ببین خوشمزه است. بنوش. خوشمزه یه دخترم. یه بار دیگه مزهش چجوریه؟ آفرین. ببینم چیه نام این نوشیدنی؟ اینم آبجوی منه، میخوام بزنم به سلامتی شما. بیا اوهش چیست؟ اینو بذار کنار دارم ولش کن، بین سفارش میکنم. عالیه. اینم از لازانیا ما. من عاشق لازانیا اینجا هستم، واقعا خوشمزه است. جای همه دوستان سبز. نوش جونتون. الهه مزهش چجوریه؟ مثلا من یه مزه کنم ببینم چجوریه. چی؟ سنگاسه بچه ها یه جوری داره. آخ که چقدر سخته با این بچه ها بیرون اومدیم برای بنیتا یکم چند تا کاپشن ببینیم. هنوز هیچ کدومشو پسند نکردیم. بله بذار همونجا من دست نزن. این الان اندازش نیست؟ نه شما زایید. سپنتو چی کار میکنی؟ اینو در آوردی. نگاه کن. ببر اونو بذار دوباره سر جاش. پاشو بابایی. سوشی یا بابل تی من دوست دارم. کدوم سوزی تر دوست دارم؟ هیچ کدومشو دوست ندارم. یه دونه باید بگی کدومشو خیلی کم دوست دارم. خیلی کمتر سوشی رو. بابل تی که اصلا میزم رو تو زمستون خدا سرد دمش کرد، یخ کردم گوشام قندیل بسته. نگاه کن.